خورد بچه بره مکتب بره خواهر جای دیگه نره که خوربر در نمشاخ کرده چی نکه زد حالا لالا قیسدین خوبه بخیری توش داری چی عجب پیاده ما کردی بر ما زنگ دادی زنده باشی جور باشی خواه پیال برارتنه میخوای بره ایران مشکل نداره اونا ریکو دنخونه ریکو که مخیز ناگب بزنه سه باز اونا ریکو دنسرا که مخیز ناگب بزنه بعضی باز سه خاطر تو جمع باش سه خداحافظ کی بود بابایی؟ این غوث‌الدین بود اگه وقت خونخش ما نمیاد برار گلک همیشه خونخش ما نمیاد رفیق کنه چای خورخوری باز پایشو برو مکتب برو بابا جانم امسال به 12 ما مادرم میگم برو نون بازار بستو آنم اینا هزوما خشک خوبی داریم تنور داریم برین قرار که دیگه نون پخته کنیم که حداقل یک نون به پیش خودم میگذاره سیر شی 6 تا نون مثل نصف روده خبر نمیشه بازار یک تنور نون ننجو پخته کنیم 3 روز 4 روز برای ما میره 5 روز میره آدم تنور دیشته باشه بگرم بره اون بازار بخره عالمی گرفتاره خوش تسلسل داره جوش ناله زنجیر باغ سنبل داره جوش ناله زنجیر باغ سنبل داره گر فشان عشقت رنگ و بوی این گلشن رنگ و بوی این گلشن یا ترقی آهنگر بالا یا تنزل داره همچون کوزه دولاب هرچی زیر گردونه هرچی زیر گردونه هر گلی که میبینی باغ بلبل داره هر گلی که میبینی باغ بلبل داره عالمی گرفتاری خوش تسلسل چیکار میکنی بگیلا؟ بله بابا چیکار میکنی؟ بله بابا چیکار میکنی میگم؟ چیکار شده؟ نرمه نور شد نرمه نور شد خود چرا اره نوردی؟ اینا رو ما چیکار کنی؟ من همین لامه سعبه برای تو گیر باش کنم نصف بکن همین تو پا خود کن یک دقیقه بابا چوب کنی آخش نعلمه گو بیار که آتش کنم سالم هم 12 و نعلمه میگه او برو بیار میگه برو تنور آتش کن برو این زوم آتش نگو
مثل که کور بوده میگی ندیده اره داشته بوده که باید میدیشی اینا اره میکنی اینو به دست شکسته میشه او اره تربر اینا خوشبور مایه آقا دست نیم هیچ کار نشده کو آخه همینجی نرم شده بشردی آنه یا شو بگو اینا رو دا ببره خب که برو تو زنگ زده اون قد چوبه که برم خودتو بیرون داری ده بابا کی بریم بابا حالا میرین در سرایو خب که خودی گپ زنه سنگو کی حرکت میکنه دیگه یعنی میریم به ایران دیگه ایرانی میشیم ما ما خسته نباشی یای آره دیگه یعنی تو باید بدیاد دی اینا برده ببره کرتی هم برخ کنه کرتی بشیشته منه خوش میشه دیگه حالا برین در سرای نو پیرم که بیر کنم نه چه بدر میکنی خونون کرده خوبه برای من بابا میرم جمع کن بده دیدی بیای بده خوبه جنجال اول خوبه خیلیته نگو آقا تو سره یک دقیقه صدا کن بیا بفرمایید خونه از خوش نه صدا بکن یک دقیقه بوده کرتی خوب برخو کو ای تو میلیرتی آره سلام جانجور اول خوب خیلیته یا رسما میره به ایران ما ایران میره بله بیشتر بچه شما زنگ داده برای بفرما خونه بریم یالا بله تم میری بچه تم میره بله بیشتر قایسیدین بر من زنگ دادن کجا ایران میخوای بره؟ خب ایران میرین دیگه ایران خب من میفهمم کجا ایران میری تهران میری بیاز میری مشهد میری زایدان میری کرمان میری کجا میری به تهران میرین تهران میری اون دیگه کس مشناسی داره خب مخی شما همه میجیه خصوصی رام بچه ها واجه همه میجیه گردم منجا خسته مشکل نیست ماما بابا منجیه ماما تا منجا خسته شما رو میبر باز حالا برید صبح صبح بخیر بیای میگو ما را دمی تو راه ببرین که ما آدم پیرمردیم خود شما میفهمیم پیاده روی خیلی نداشته باشه دارو همین 5 دقیقه پیاده روی نداره همین تو راه شما رو میبر خاطر شما از راه بیخی جمع باش خب ما چند پول بخود تیار کنیم چگاه بکنیم چی لباس بخود چند دست لباس ببریم خوب یک دست لباس بردار یک کیفه خورکک خیلی ور نداره نفر 1 میلیون تومان هم بخور بردار که تیرا به کار میشه خب تمام بابا میگم تومان 1 میلیون تومان بیشتر نمیخواد صبح صبح بخیر بیای وقت بس آماده بس میره حال نمیره حال بیایم بریم ماما حالا نمیشه صبح صبح میگه صبح 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 بخیر راست میگم خود فیزی نکردیم ما میگو برای کار خودم آماده کنیم با خود تمام هم بخریم تمام چای آخر بخوری باز که میرفتی نفر 1 میلیون تومان با کاره ماما از اینا به اینجا هسته از گلا گلا نی اینا ناپه ناپه به اونجا هسته به ایران هستی تو چیزایی نی به تمانه دیگه های ماما اون جگرده به تومن ماما اینا مثل سنب گروری سخته ناپه دیگه شیرینه نه اینا گرد از فرا میاد ناپ خوبه میگو چای خواب بخو چای خواب بخو کاری خب دختر بریم خود من بخریم صبح بخیر ساعت 8 بیدار حرکت نکنی و 7 بجه 7 بجه صبح وقت بس دستگاه خوربر داره بیاره بس میر ما حال تا 11 خو نه حال 11 نه صبح دیگه بابا من بیدار کنیم دیگه نه که یک بیاییم
ایت لقب به کلماتو بزن که خودتو کیف کنی با خبر نخی یه هر تا 11 بابا پیازی که شب سوختگی عوض بخم یه هر تا 11 میشه خیلی لولو این بزرگ هم حج که این میزانو بلغتا هم کلمه این میزانو شلاقا میزانو این اخر بر نمیخواد به چی ته برا؟ این تو سنگین خیلی نیه سوال خفه که زیدارم برو مزه میدن ناپا حیف سخته شیرین است ها شیرین است چرا؟ شیرین است ناپا چی میگم بابا؟ مثل کردی میگم شیرینه اینا شیرین گوشات مشکل داره نه گوشت گفتن زود لبز شما مشکل داره ها لفظ ما و شما فرق اونجا دیگه بلوچی چیکار می‌کنی؟ بچه کی؟ بلوچی بلوچی همین قطق بر که با ما اینجا میبرند دست زنو تعیین میدن اونا که بلوچه اونا بلوچ هم به لفظ نما نمیفهمن اشتره کنه بخاکی مدت چه گفت میگه ها ها یار میگه اگه گفت اگر دوست شما سلت کنه بگم ها نه نمیگه با خوش دارم ما برو من تا ایران بگردم با خود تیپ بزنم تیپ نی تو کارگری نمیری قیافه بگیرم کارگری نمیری خواهم کارگرها که نمیرم اینجا قیافه نمیگیرم بله چی قیافه میگیره کارگر سه قیافه با یک روز میرم ما به ایران میرم پیار خور نمیشناسم با میرم به افغانستان نمیشناسم پیار مکینه آره خسته نباشی مخلصه خیلی مخلصه سکتا مثل نفرها خاص من اینا را یک رفیق من بر من اینا رایی کرده پیشمه که اینا را ایران رایی کن 20 سال من از اون مخوره مشکلی نه اینا رو اونجا که بردی تا یک ماه دو ماه که کرایه خور پیدا نمیله از اینا پول نمیگیری پروا نداره مشکلی باز که پول پیدا که خود اینا حواله میره با حساب شما رو کارت مشکل نداره هیچ مشکل نداره پروا نداره اگر پول چیزی لازم هم داشت مرزنا میدی مشکل نداره باز اینا نه شما حواله میده دلجم به ایشان انشالله پس صحیح و سلامتی بریم په خیری انشالله ایشا پیاده روی هم ندین ایشا دیگه شامیده که سوار کرتون تا ما ده انشالله پیاده روی هم نه دلجم به تهران که میبری اینا ایتو نباش خیلی دیگرها باش اینا نه باید نه اینا نفرها خاص هر چی که دست داده مثل اینا نی اینا مشکلی نه اینا را مشکلی نه گله میبینی تو ریت جای آورده از 15 نفر تو نپیار تا جدا کرده خب ایت جای آورده اینا ماما ایرانی هم او بلوچه بلوچن او بلوچه اشته بلوچن بلوچ ایرانیه ها ایرانی او تو را آورده تی خاک همین تا خوما که ما تیشین اینجا ایرانه او از من امروز که تیر شد از غما اومد اینا ایرانه اصلا غما که تیر شد اینا ایرانه که اومده حالا ما ایرانی شدیم دیگه حال تا ایران اومده ایرانی شدی ما ایرانی شدم حال تا ایرانی شدی فکر تو باش من دیگه مدار خود نمیبینم باز میبینی 4 سال 2 سال کار کرده باز بره یکی فکر تو باش تر کسی تو جای نمیاره از 15 نفر تو جدا کرده این تو جای میوه تر کسی میده تو اتاق خاص میاره تو چی؟ این تو اتاق خاصه که تو میوه خب یعنی بخور میوار بخو مشکل نداره نه ما په هیچ مسافر میوه ندادم میگه هیچ مسافر من میوه نمیدو بلوش میگه خب این نفرها خواستن که من امیت میوه میدو ما دا خوابگاه دارن دیگه ما برن خوابگاه تا برن اشاره ورتون و تاغ تا دیگه میگه دیگران ماما چرا اینایی تو گپ میزنن؟ بلوچی گپ میزنه بلوچی او میگه اونا 13-12 نفر دیگه تی خوابگاه 3 نفرها خواست بوده غره کم بخته گلیت بند میشه غره بخو مگه نخورده تبال میوه گله او زهر مار یعنی خود خفه میکنی عمر خونه خوردی گشنه بابا بزن تو آدم تا گوشتو در دهنم من گشنه چطه گوشته ای؟ منو کمال خوردی او شکم غذا بود دیگه میوه کنیه دیگه گپ کم کن خیر پاپا بچه گله تو نه پیار تیری الان نمیدی نه. جای نمیجیب نه جی بربر نمیری گم میشی اونجا فکر تو باشه ها شنویدی ها
باز تا موقع ما بجی بیا شما رو اونجا میگیره ایرانیا. نه میگم او ما به اینا تسلیم کردیم. ما دیگه بزنا تسلیم کرده صبح دیگه ما میرو. بله تا گوما و دیگه ترا برم په خیر په سلامتی و سعی ترا برم په خیر. میگه تو سلامتی بخیر میرسونم. بابا بالله بالله گلا اول نگاه نمیفهمم. با ما میفهمم بلابز اینا. بیبی می نمیشه بیام بگم. یک کار بیبی تو نیه اینجا. میگم خود ترجمانم پیدا کنی. نمیخوای خیلی شما مسافرها خیلیه. اونا بعد مسافرها زیاده. مسافرها خیلی شما زیاد است. یعنی با عمر خونه خوردی. بخور میوه هم تام بخور. ماما نوروز. بور میوه بور که شما مازال بعضی تویی. شما جای دور رو دیگه. میگه جای دور میره میوه بخور. خیلی هم نخور تا گلوت بند شه. شما مادانی و هر چی گفتون موچ بود فسال شما. مرکو دیوانه کرد. خب دیوانه شد دست. بچه مشکل نداره فهمیدی؟ خب بچه دیگه این رقم نگفتن دیگه. به این رقم. بچه فهمیدی؟ حالا بخیر به ایران رسیده. به چی گله گیره منی؟ چکار شده؟ بچه پیار بابا بگم چی نخو. خب میگه بخور کم بخور خیلی نخور دیگه. نصف مالتر یک تیدن خو نکو. گله کی چی را هم خوردن؟ ابرو ماربورد پیشه میگم. رفیق ما. ملی بورم پروا ندارن. اردیاتا ایسه نوانه میاد. مشکل ندارن که برون ایران باز زیاد یاد گیرم بخیر. آه برای اونجا میفهم. ما دیگه غرغره میره. روای نمانه شبا. نه میره. دستی دارم. کجا میری شما؟ ما دیگه میره شو از مرز وساطت تیر میشه شو بهتر ما تیر میشه طویل بزنای دیگه شما دیگه خلاصی هم تو صحیح سلامت شما رو میرسه الجام بکا که ان شاء الله هر چی موجودین گیس جانو با شما برن دیگه گیسه داده فارغ اینجا دیگه شما جای فارغ میبر دیگه خونه میبر جای خوب میبر از جا بهتر میبر خاطر خود دیگه خونه نداره. در اینجا خونه است اونجا جای بهتر است از جای آزاد است نزدیکتر است سبا ماشین میاد و شما رو میبر اونجا باز نزدیکتر است شما رو میبر اونجا از ما نزدیک شما یعنی پیاده روی که خاله نداره پیاده روی هیچ شما رو پیاده روی خلاص است ما برای گفتا شما خلاص دل شما جمع باش پیاده روی نیه او پیاده روی نداره این شب من میخونه دیگه خوشی خیلی خنوکه میبره تو دیگه خود میبر خود میبر تو میبر دیگه جا میبر میبر با صبح از مونج بار میبره تو میبره صحیح ما دیگه رفت شما طویل از اینه خوبه تو نه دیگه ما رفت نه دیگه من گفتم روی مخشیش بیکنم دستی دیگه وتا قاعده ناست شما را برن آماده واس بسو ماشینا کید به شما را برن مشکل خونه میبر داخل از خونه گرمتره خونه گرمتر خونه یختره بله صبح ماشین میگم بار میشه بابا کسی مرور نمیداره یک ریپی پول هم نداره نیه موتر نیه کوکی موتر بله می تو تا میراد تا بام خونه خو پیاده بره بری که هرچی که موتر بگیر چیز دیو سینا کجا دگه